سلام دوستان عزیز، آموزش بافت این کلاه فرانسوی رو داریم. پرسیده بودین که برای این قسمتش بافت نخ اضافه کنیم یا نه. اصلا اضافه کردن نمیخواد. این بافت خودش ببینید خیلی باز میشه نسبت به کش بافی که داریم. این بافت خودش خیلی زیاد میشه. البته این بافت رو من کم بافتم، باید 25 سانت تا 30 سانت باید ببافیدش، 25 سانتی باید ببافید، ولی من اینو خیلی کم بافتم و میخوام همینجا جمعش کنم. بافتی که انجام دادم رو کوچیکه، تو همین سایز کوچیک بافتم رو جمعش میکنم و حالا بعد شکافته میشه این کار. خب بافتمون رو انجام میدیم، میریم برای ادامه آموزش. گفتیم ساده میبافیم، یکی رو یکی زیر بافتیم کش باف رو و اومدیم بالا بافته کش باف رو انجام دادیم و حالا میخوایم ادامه کار رو ببافیم. خب برای ادامه کار میایم اینجا و شروع میکنیم دونه اولی رو در میاریم و بافتمون رو میبافیم، یکی رو یکی زیر و دوتایی. این تمام این دوتایی ها که داریم رو، این دوتا دونمون رو از همون زیر میبافیم و پایه و دونه ای که داریم از رو هست رو از رو میبافیم. باز دوباره دوتا دونه رو از زیر میبافیم و دونه تکی رو از رو میبافیم. توی این رچ که میبافیم تمام پایه هایی که از زیر هستن رو دوتایی ها رو با هم یکی میکنیم، از زیر میبافیم، یکی رو و این دوتا هم از زیر. این دوتا رو ما از زیر میبافیم. دوباره یه دونه که از رو داریم رو از رو میبافیم، دوتایی که از زیر داریم رو از زیر یه دونه میبافیم. دوباره دونه‌ای که رو داریم رو، این رج مثل همونه، فقط مثل همون بافت انجام میشه، فقط دونه هایی که رو داریم رو میبافیم. همین، کار خاصی انجام نمیدیم، همون بافته، فقط دونه هایی که از رو داریم رو میبافیم، میریم تا آخر رج به این شکل. خب این رج رو بافتیم، حالا میریم سراغ رج بعدی. رج بعدی دونه اولی رو در میاریم و شروع میکنیم به بافت، کش بافه یکی رو یکی زیر. ببینید یکی زیر یکی رو، یکی زیر یکی رو. خب به همین شکل کش باف رو یکی رو یکی زیر میبافیم و میایم به اندازه یک کش باف همین اندازه میبافیم. چون که من میخوام این بافت رو زود تمامش کنم، دیگه کش باف رو نمیبافم و کور کردن کار رو بهتون یاد میدم. پس این اندازه که کش باف بافتیم، این بالا شروع میکنیم به کور کردن کلاه. خب حالا من به فرض این کش باف رو بافتم، یکی رو یکی زیر اومدم تا بالا. برای کور کردن این مدل ما میایم برای کور کردن میایم دوتای اولی رو با هم میبافیم، بعد میندازیم توی میل بعدی. ببینید دوتای اولی رو با هم بافتم، بعد میندازم دوباره توی میل، دوباره این دونه اولی رو با دونه دومی با هم دیگه کور میکنم، یعنی دوتا رو با هم دیگه یکی میکنم، میارم بیرون، دوباره میندازم توی میل بعدی. خب حالا برای اینکه این بافتمون میخوایم که بافتمون جمع بشه و صاف کور نشه، میایم اینجا و دونه هایی که توی این میل هست رو میذاریم باشه. بعد دوباره دوتا ببینید دوتا بافت رو کور میکنیم، دوتای اولی دوتای بعدی و دونه ها رو نمیندازیم توی میل. خب به این شکل دوتا کور میکنیم، میریم تا آخر، دوتای آخری رو هم کور میکنیم. خب حالا اینجا بافتمون رو ببینید به این شکله. میایم دوباره رج بعدی و رج بعدی رو هم به همین شکل دوباره کور میکنیم.
دو تا کور میکنیم میایم تا آخر. میخوایم که بافت آخر کار رو ببین، اگه ما بدوزیم آخر کار رو و نخ رو بکشیم، بالای بافتمون خیلی چین میفته. میخوایم که این بافت بالای کارمون زیاد چین نیفته و تمیز بسته بشه. به خاطر همین به این شکل کور میکنیم. خب این رد رو هم دونه دونه دو تا کور میکنیم میریم تا آخر. و الان اینجا خیلی دونه هامون کم شده. الان این دونه هایی که داریم رو همه رو با هم دیگه من کور میکنم. خب حالا به این آخر کار که میرسم، دوتای اولی رو در میارم، دونه رو میندازم توی میل. دوباره دوتای بعدی رو کور میکنم، در میارم میندازم توی میل. باز دوباره دوتای بعدی میندازم داخل میل دوباره و دوباره دوتای بعدی. به همین شکل رد رو میریم تا آخر. خب دونه آخری رو هم کور کردم. حالا نخ رو میکشم از این آخر و حالا توی این قسمتی که داریم، بالای بافتی که داریم، این نخ رو با سوزن از داخل این قسمت رد میکنیم میایم تا آخر. یعنی به این شکل که ما با سوزن، حالا من سوزن ندارم، با قلاب این کارو میکنم. با سوزن تمام این قسمت ها دونه بدونه نخ رو رد میکنم. خب این قسمت رو نخ رو رد میکنیم میایم تا آخر کار. نخ رو رد کردم اومدم تا آخر و حالا اینو میکشیم. ببینید نخ رو میکشیم، این بالای کار جمع میشه. بالای کارمون که جمع شد، این قسمت رو میدوزیم با سوزن و نخ و میایم تا پایین و بافتمون به این شکل. حالا این چون با قلاب دوختمش یکم بافتش درشته و باید بدوزمش قشنگ. خب ببینید اینو میدوزید میایین تا آخر کار. الان اینجا زیاد بافتتون جمع نمیشه و اینجا اگه کش بافمون بود، خب الان من از این طرف که بهتون نشون بدم مشخص میشه. اگه من کش باف رو بافته بودم، یه بافته خیلی خوشگلی بهمون میداد. بافتمون به این شکل میشه. کش باف که داشته باشه، وسط کش باف جمع میشه و این میشه بافته کلاهتون. مثل این نمیشه که به این شکل باشه. کش باف رو حتما باید ببافید، همون اندازه که پایین کش باف بافتید بالا هم کش باف میبافید و بعد کش باف رو جمعش میکنید و این خیلی رو سر کار خیلی خوشگل میشه به این شکل. بعدش هم پایینش رو میدوزید و این دیگه کلاه تمام و هیچی دیگه. من این کارو همینجوری بافتم براتون. کلاه نیست، شکافته میشه و شما اینو به همین شکل میبافیدش.